رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، ما در برنامه مستقیمی پیش از اخیر در موضوعی معامله زن شوهری صحبت داشتیم و خیلی سوال‌های زیادی با ما وارد شد و خیلی پرسش‌های زیادی هست. بعد از اون ما در تربیت فرزند، چرا ترتیب اختیاری این موضوع چنین هست؟ به خاطر که حالا اگر معامله زن و شوهر یا احترام بین زن و شوهر، یک دیگر فهمی بین زن و شوهر یا محبت بین زن و شوهر باشد، تربیت فرزند آسان می شود. حالا این پدر مادر وقتی که فرزندان رو خوب تربیت کنند، یعنی حتمی اون پدر و مادر رو احترام میکنن. این واقعیت است، این حقیقت است، اثبات شده است که هر فرزندی تربیت کرده، یعنی پدر و مادر خود رو یعنی بالای چشم دیده میبردارد و هم پدر و مادر خوشبخت. مهم اساس اینجا فرزندان خوشبخت می شود. موضوع فعلی ما احترام پدر و مادر. خب احترام پدر و مادر، ولی اینجا سوال چنین اومده است: اونایی که پدر و مادر رو احترام میکنند و کجا رسیدند و چی خوشبختی هایی دارند؟ و اونایی که پدر و مادر رو احترام نکردند، خب چی آزاری، چی ضرری و چی عاقبت های بدی دیدند؟ و اونایی خدمت پدر و مادر کردند و به کدام مقام ها عزت و شرافت و کرامت انسانی رسیدند؟ و اونایی که پدر و مادر آزار دادند به چی مصیبت ها و ناکامی ها و بدبختی های رفتند و رسیدند و ناکام شدند؟ اطراف این مسئله ها ما صحبت داریم. ولی پروردگار میگوید: استعذ بالله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پروردگار امر میکند که غیر از او هیچ کسی رو عبادت نکنید. هیچ کسی رو عبادت نکنید. چرا عبادت شما غیر پروردگار رو به شما هیچ منفعت و فایده نمیرساند، برعکس بدبختی دنیا و آخرت میکند. یعنی تنها پروردگارتون رو عبادت کنید تا اینکه اون پروردگاری که خلق کرده است شما رو عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت به شما نصیب و روزی بگرداند. بعد از عبادت خودش پروردگار تمام انسانیت و بشریت رو امر میکند که با پدر و مادران خود همیشه نیکی انجام بدهید و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر همیشه نیکی کنید. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، مبادا اگر یکی از اونها یا هر دو از اونها به سن سالی ناتوانی رسیدند، ولی نمیگه شما نزد اونها باشید، اونها نزد شما باشد. یعنی اونها بالای چشم دیده شما و شما در خدمت اونها باشید. هیچ وقت با او اف نگو، ای بیزار شدم یا که دیگر یا قوش قوا. ولی قوش قوا کجا؟ اف نگوید میگوید. همیشه با اونها سخنهای نیک
سخنهای نیک، عملهای نیک، سخنهای نیک بگویید و عملهای نیک انجام بدهید. همیشه خدمت کنید. برای چی پروردگار اینقدر تأکید میکند؟ چند جای قرآن تأکید میکند که شما با پدر و مادر نیکی کنید. و در سوره احقاف پروردگار میگوید که وصینا الانسان بوالدیه احسانا. وصیت به معنای امر. ما امر کردیم به انسان، حالا مسلمان نمیگوید، یعنی تنها مسلمان نه، تمام انسانیت. وصینا الانسان، به انسانیت و بشریت ما امر کردیم. حتی مداری دور کردن پشه را از خود ندارد، هیچ مداری ندارد، هیچ مداری ندارد، هیچ تصوراتی ندارد، هیچ تصوراتی ندارد. و فقط نیاز دارد که پدر و مادر چیکار کنند. پدر و مادر یعنی نگهبانی اونا باشند و واقعا هم اگر پدر و مادر اندکی بی‌پروایی کنند، اون طفلک یا اون گوشپاره خام یا اون طفلک نوزاد هلاک می شود یا معیوب می شود. هلاک هم نشود، معیوب می شود. اگر اون مادر هرچه زود لباسش رو خشک نکند، نشود و تازه نکند، شیر ندهد، یعنی زود اون طفلک نوزاد یعنی فلج می شود، بیمار می شود. حالا این مادر یا پدر با هزارها آرزو و امید این طفلک ناتوان رو آغوش میگیرند، کلان میکنند و به وایه میرسونند. این همه خدمت ها رو انجام میدهند. این همه خدمت ها رو انجام میدهند. از روی آدمگری هست که حالا این طفلکی که هیچ توانی نداشت امروز جوانمرد و توانمند شده است، اون پدر و مادر رو آزار بدهد یا اینکه احترام نکنه. هیچ ممکن نیست. هیچ ممکن نیست. حالا چرا غضب پروردگار میاد بالای فرزندی که پدر و مادر رو احترام نمیکند؟ واقعیت رو ببینیم. چند هزار بار همین پدر و مادر دیگر خدمت ها رو نگوییم، دیگر هیچ خدمت های دیگرشون رو نگوییم، تنها همین پدر و مادر چند هزار بار بینی افلاسی همین کودک رو تازه میکند. چند هزار بار همین پدر و مادر بینی افلاسی همین کودکش رو، همین فرزندش رو تازه میکند. از روی آدمگری است که بعد این پدر و مادر رو احترام نکند. برای همین هم پروردگار، غضب پروردگار میاد میگه چرا ناآدمی میکنی؟ چرا ناکسی میکنی؟ چرا مهنت های پدر و مادرت قدر نمیکنی؟ خب مسلمان باشن، خب نباشد. حتی اگر مسلمان هم نباشن، چرا خدمت اینا رو قدر نمیکنی؟ چرا اون فضل و اون خدمت و اون آدمگری ها و اون مهربانی ها و اون همه رحم و شفقتی که پدر و مادرت نسبت تو در خردسالی داشتن، چرا این همه رو قدر نمیکنی؟ برای همین غضب پروردگار میآید که قدر کن. ولی ببینید یکی از زیادترین راویای حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، ببینید خدمت پدر، بعد خدمت مادر، بعد خدمت مادر چقدر برکت یافتن. هر وقت حضرت ابو هریره هم حکیم در یمن بدن، هم حکیم در مدینه منوره هم حکیم بدن. هر وقت که کار رفتنی میشدن میگفتن که مادر جان پروردگار خیر و برکتی زیادت دهد که من در ناتوانی من نسبت من بی‌نهایت مهربان بودی. در ناتوانی من چی؟ در طفل بدن من که هیچ مداری نداشتم نسبت من بی‌نهایت مهربان بودی.
مادرش و که مادرش یعنی مادر ابو هریره رضی الله عنهما، یعنی در جواب چی میگفتن؟ میگفتن که پسرم خدا خیر و برکت زیادت دهد که در برجاماندگی من نسبتی من خیلی مهربان هستی. انا این است سعادت، این است برکت، این است یعنی کامیابی دنیا و آخرت. بیگوه از کار می اومدن میگفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر جان چی حال دارید؟ خدا من خیر و برکت زیادتون دهد که در ناتوانی من نسبت من خیلی مهربان بودید، که فلج نیستم، در اون طفلک و در ناتوانی و بیمداری هم خیلی نسبت من مهربان بودید که من سالم کلان شدم، مسلمان شدم، حکیم شدم. این همه نعمت ها رو برای من پروردگارم عطایم کرد. پروردگار برایت مادر جان، پروردگار برایت خیر و برکت زیاد بدهد که در ناتوانی هم و من خیلی مهربان بودید. پروردگار نسبت شما خیلی مهربان باشد. مادرم میگفتن که و علیکم السلام، مادر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما میگفتن که پروردگار فرزندم، پروردگار خیر و برکت زیادت بدهد، در این سن سالی بیمداری و من خیلی مهربان و مشفق و مهربان و یعنی خدمتگار هستی، اصل و دستی کم نبینی. حالا ببینید به کجا رسیدم، یعنی خدمتی پدر و مادر. خدمت پدر و مادر، حالا گفتیم که اونایی که خدمت کردن به کجا رسیدن، به سعادت دنیا و آخرت رسیدن. خود دهقان باشن، خود خادم دین باشن، خود خدمتچی دولتی باشن، خود تاجر صاحب کار باشن. همه این طبقه های انسانیت میبینید که کامیابترین اینا رو ببینید، حتمی پشت اینها یعنی چی هست؟ دعای هست، یا دعای پدر است یا دعای مادر. لبی الو الو، آوازتان نمیاید، میبخشید. خب اما اونایی که آزار دادن، با وجود این که بهترین مهارت هم داشته باشن و بهترین قابلیت هم داشته باشن و بهترین متخصصی، یعنی متخصصی سوهایی حساسترین، نازکترین و گرانترین متخصصی سوها هم باشن، میبینید که در زندگی ناکامن. در زندگی ناکامن. حتی یکی از دانشمندان اسلام، دوملایی که در وطن عزیزی ما و شما زندگی دارن، و شاگردان هر وقت تاکید میکردن که فرزندانم احتیاط باشید. لبی الو السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت خیلی اتصال هستیم که یعنی باز هم همین برنامه‌های تربیتی داریم. حضرت یک سوال داشتیم. جان. یعنی حق فرزند نسبت والدین از دیدگاه اسلام، همین حضرت یک باشکارانه داشتیم. سلامت باشید، خدا خیر برکت. سلامت باشید، سلامت باشید، موفق باشید. خب با شاگردان پند و نصیحت میکردن که احتیاط باشید، در معامله با پدر و مادر احتیاط باشید. همه این ناکامی هایی که من در این زندگی دارم، از زن آسودگی نیست، از فرزندانم هیچ آسودگی ندیدم. با وجود اینکه با تمام توانم سعی و تلاش کردم، باز هم ناکامم. این همه از آزاری پدر. از خب دیگر جوانی با بیدرک و بیخبر بودم، پدر آزار دادم. حالا پشیمانم، نمیدونم چیکار کنم که هیچ سودم نمیکند. البته وقتی که انسان، خصوصا مسلمان، نسبت پدر و مادر
به پرو می باشد، حتمی ناکامی ها و ببرکتی ها و نحس کسرتی ها و کسافتی ها زندگیش رو فرا میگیرد. یگانه گناهی که پروردگار تا مرگ و انسان در همین دنیا نشان میدهد این چی هست؟ حضور پدر و مادر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که کل الذنوب یؤخر الله تعالی ما شاء منها الى یوم القیامه الا عقوق الوالدین. هر گناه دیگری رو، گناه بینمازی، بیروزگی، دیگر گناه هست، گناه عظیم هست، گناه کبیره هست، لیکن عقابش رو، عذابش رو به قیامت باقی میگذارد و آخرت تأخیر میکند، مگر یگانه گناهی که پروردگار تا مرگ به انسان نشان میدهد این چی هست؟ حضور پدر و مادر. حالا اینجا سوال برنامه پیشین هم یک برادری سوال داده بودن که سوالاشون به جواب مانده بود که گفتند جوانای ما نیاز به تربیت دارن، نیاز به معلومات دارن، نیاز به راهنمایی دارن، نیاز به پند و اندرز و نصیحت و درس و سبق دارن. نه اینکه جوانا، حتی کلانسالو، حتی من و حتی 80 ساله هم نیاز به نصیحت دارن، نیاز به پند و اندرز دارن. گاه خمار شنیدن صحبتی، گاه خمار شنیدن نصیحتی می آید که میگویم کسی باشد نصیحتم کند، کسی باشد مصلحتم بدهد، کسی باشد راهنمایی هم کند، کسی باشد یک صحبت صمیمی داشته باشد که از صحبت او لذت ببرم. همه، خصوصا جوانان، وقتی که جوانان رو تربیت نکردیم، وقتی جوانان رو که ما نگفتیم، دیگران میگویند کارهای بد و برنامه‌های بد و شوم و غرضناک و پلیدشان رو بالای جوانای کم سواد، بی سواد، بی درک ما عملی میکنن. چقدر جوانای ما از بی‌درکی، از بی‌خبری، از کج‌فهمی، از کم سوادی و کج‌فهمی و گروه‌های افراطی رفتن، دنیا و آخرت خود رو برباد دادن. مسلمان کشی کردن، مسلمان کشتن، جان عزیزی خود رو قربانی همون گروه‌های بدخواه کردن که اولا نمیدونن که گروه بدخواه روبرش کی است، نقشه‌اش کی است، برنامه‌اش چی است، هدفش چی است، مقصدش چی است. رفتن جان عزیزی خود رو قربانی اونا کردن. از چی؟ از بی‌درکی، از بی‌تعلیمی، از بی‌خبری، از بی‌معلوماتی، از بی‌سوادی. جوانو بالای پدر مادر چی حق دارن؟ ما موضوع گذشته مفصل در این موضوع گپ زدیم، لیکن به هر حال واجب و وظیفه پدر و مادر است که نام خوب، تعلیم و تربیه، و ما تعلیم و تربیه را هم گفتیم که از لحظه تولد تا 7 سالگی، از 7 سالگی تا 14 سالگی، از 14 سالگی تا 21 سالگی مرحله های خیلی حساس و نازک و تعلیم و تربیه و یعنی همیشه آگاهی و بیداری پدر و مادر، آگاهی و بیداری و هوشیاری و زیرکی پدر و مادر تو اینکه اون فرزند رو به سعادت و به کامیابی ها برساند، این رو هرگز باید فراموش نکنید. الله بجان، الله بجان، گوش میکنم، گپ زنید. السلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک بسیار سلام باشه. مرحبا. مرحبا. آیا والدین به اجازه فرزند، خب آیا میگه والدین به اجازه فرزند میتوانند از مال او استفاده برند؟
سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. سوال فهم است. سلامت باشید. پاسخ میگیرید. خب او والدین به اجازت فرزندان، یعنی اجازتی داشتن مال و اموال فرزند رو دارن. دارن به قدری ضروریش. هر چیزی که در زندگی خودش ضرورت دارد اون رو حقوق دارد. که خانه داشته باشد پدر مادر از حساب فرزند. یعنی شما تکرارا زنگ بزنید 1 دقیقه بعد خانه، یعنی جای زندگیش باشد، پیش اسبی سواری میگفتن ماشینی که برای زندگیش رفت و آمدش داشته باشد، اگر فرزند دارنده باشد موافق به دارندگی و شرایط فرزند. هر چیزی که ضرورت دارد در زندگی از مال فرزند به اجازت فرزند گرفتن اجازت دارد و باید فرزند هم یعنی این شرایط برای پدر و مادر مهیا کنه. من یک واقعیت بگویم، سوگند خوردن خوب نیست، لیکن قسم به پروردگار، همونی که مال خود رو از پدر و مادر دریغ می‌دارن، بعدی که پدر و مادر میگذره و آرزو میکنن که کاش مادرم یا پدرم میشد که تمام دارندگی هم در اختیارش میدادم که دعایشان را بگیرم تا اینکه برکت میافتم. هیچ وقت از پدر و مادر چیزی رو دریغ نداری و به اجر و به برکت و به سعادت نمیمانید. الله بد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت مفتی ناظرین خوبه؟ شکر خدا الحمدلله. خدا خیر برکت کرد. یک سوال داشتیم. جون مرحبا. پدر میتونه که در قید حیاتش خب دارویش فقط با پسرش تقسیم کنه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سوال فهم است. سلام. رحمت خدا. ما فهمش. خب یعنی آرزو میکند که کاش پدر یا مادرم میبود که تمامی دارندگی در اختیارش میدادم تو اینکه باز هم برکت زیاد، سعادت زیاد و از فرزندانم نیکی ها میدیدم. وقتی که به پدر مادر نیکی زیاد انجام میدهد همه اون نیکی های انجام دادهش رو از فرزندانش میبیند. وقتی که آزار میدهد همه اون آزار دادگیش رو از فرزندانش میبیند. این رو تجربه، حیات، زندگی هر روز اثبات کردگی است که با چشم سر میبینیم و خدا و رسول خدا و تمام دانشمندان اسلام، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام امامان و مجتهدین مفسرین این رو تصدیق کردگی هستند و پند اندرز گفتگی هستند. باید که چیکار کنیم؟ احتیاط داشتیم. اولا باید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام. شنیده شدم شما سوال کنم مرحبا. اگر سوال داشته باشید برنامه از سوال کی؟ بله مدام. لبه جان. اون کارش به والدین چی کار اوستون نفهمه است کمتری. روشن‌تر گپ زنید. کارش بودن به والدین یعنی که فرزند به والدین فرزند با والدین چیز؟ قهر کنه. قهری کنه. تمام. خدا خیر کنه دوستیت. سلامت باشید. سلامت باشید. خب قهری کردن با پدر و مادر این گناه کبیره است. هیچ ممکن نیست. ولی ما از اول صحبت تا آخر صحبت ما چی گفته ایستادیم؟ یعنی خدا، امر خدا و امر رسول خدا و امر توصیه و نصیحت و پند اندرز راهنمایی تمام دانشمندان اسلام. ولی ما از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، یکی از کمیابترین صحابه و شاگردای پیامبر علیه السلام و رضی الله تعالی عنه مثال آوردیم. همین است. لبه جان. لبه جان. گوش میکنم. اوز شما آمده ایستاده است. برنامه مستقیم است. سوال داشته باشید اگر. لبه جان.
آواز شما آمده ایستاد است. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یادم وقتی نماز رفتیم پایین. حاجی برنامه مستقیم است، بعد ساعت 12 شما زنگ بزنید. 6. خب البته این رقم اداره هست. وقتای نماز هر روز پنجشنبه عوض می شود. بعضیا سوال میکنن که وقتای نماز، یعنی در وقتای نماز چی تغییرات‌های وارد شدگی است. خب به درک از اون هستن که برنامه مستقیم رفته شده است. یک سوال پیش از یادم رفت، برادری سوال کرد چی بود؟ عبدالجبار. خب یعنی قهری بدن با پدر و مادر گناه کبیره هست. اگر پدر و مادرم که باید انصاف کنند از حد نگذرانند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. کسی بزرگسالای ما، چه پدر و مادر باشند، چه کلان سالا باشند، چه ریش سفید ها باشند، چه انسان های معتبر و باوبرو باشند، چه عالم ها باشند، در یک حدیث دیگر است که کسی که با علم های ما اگر احترام نمیکنند، یعنی چیز از گروه کامیابان، از گروه ما نیستن، یعنی از گروه مؤمنی کامل نیستن. اگر دانشمندا و علما و اینا رو اگر احترام قائل نشن، ولی با بزرگسالای ما احترام قائل نباشن و رحم به خردسالا و ضعیفا و ناتوانایی که یتیم، بیچاره، بینوا، معیوب، اگر رحم به اینو نکنن، یعنی اونو مؤمن و مسلمان کامل نیستن. یعنی حتمی باید که از این طرف بزرگسالای پدر و مادر احترام شود و پدر و مادر نسبت فرزندان مهربان باشند، بی‌رحم نباشند، بی‌رحم نباشند. همیشه اگر مبادا، حالا یک واقعیت دیگر بگم، شما دیدید که هیچ پدر هیچ نمیفهمند، پدر و مادر شما رو نمیفهمند. کاری آسانی هست که یعنی و بی خرج و بی صرف به دست میآید. بالا شب‌های در روزی قریبی زمستان است، تیر ماه است. ساعت 4 طهارت مخصوص برای چیز توبه و تضرع و نماز تهجد، طهارت با پررگی، با آرامی و با تمامی سنت و واجبات و همه نزدیکی هایش و 2 رکعت نماز نیت کنید، بخونید. نمازی نفل، نمازی تهجد، نماز رو به خاطر هیچ کس نی، نماز خالصا لله میخواند انسان، همه عبادت رو. بعد این نماز دعا کنید که پروردگارا، امین پدرم، مادرم هیچ من رو نمیفهمند یا آزارم میدهند، پروردگارا هدایتشون کن، سعادتشون بده. یعنی هر مشکلی و نفهمی بین خودت و پدر و مادرت هست، از پروردگار خواهان شو، از پروردگار طلب کن. همچنانه که دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب است، دعای فرزند هم در حق پدر و مادر مستجاب است. یا پدر و مادرایی که از نافرمانی یا از آزار و اذیتی فرزندان رنج میکشند، پیش همه آبی دیده میکنند، بهتر اون نیست که پیش پروردگار نیمی شب آبی دیده کنند تا اینکه مشکلیشون به آسانی حل شود؟ این بهتر نیست؟ و بخیزی صاحب قلب ها که هست، پروردگار در یک لحظه قلبش را تغییر میدهد. لبه جان. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممکنه بله، برنامه مستقیم است، یعنی پخش مستقیم است. اگر سوال داشته باشید مرحبا. بیماری والدین برای فرزندان چه حکم دارد؟ بیماری فرزند چی والدین؟ بیماری والدین بر فرزندان چه حکم دارد؟ یعنی چی وظیفه بالای فرزندان میارد؟ باید یعنی کی والدین رو نگاه کنن در بیماریش؟ بله. سلامت باشید، تا خیر برکت. خب
خب قبلا اون سوالی که در ذهنم اومد، برادر سوال کرد که پدر مادر یا پدر دارندگیش رو در زندگیش تنها به پسرانش تقسیم کند و دختران رو محروم کند، یعنی مفق شریعت جایز است؟ نیست، درست نیست. قبلا وقتی که حالا که صاحب ملک است، اگر میخواهد که به همه فرزندانش یعنی چیزی تقسیم کند، باید به همه فرزندانش تقسیم کند وابسته به شرایطی فرزندان. اما از این تحفه که حالا تحفه میگه، برعکس یعنی دختران رو باید زیادتر تحفه بدهد که دختران سزاوارتر هستند از تحفه و از مهربانی پدر و مادر. طوری که پسر مرد است، توان دارد، قوی هست، دیگر هست، حالا مهربانی و تحفه دادید آخر سن نشود، یا ممکن پروا هم نکند یا در ذهنش هم چرخ نزند. اما دختر خیلی خرسند میشود، دعا میکند. اگر دعا هم نکند، فراستی دعا کردن ندارد، همین خرسندی قلبی همون پروردگار رو خرسند میکند و برای پدر یا برای مادر خیر و برکت میشود. یعنی باید که این همه برابر تقسیم شوند و باید که برابر، یعنی همه فرزندان باید برابر مهربانی یا اینکه برابر چی شوند، یعنی برابر تحفه وقتی که داده میشود به همه داده شود تا اینکه فرزندان نسبت همدیگر دشمن نشوند، یعنی فرزندان دشمن همدیگر میشوند. لبای جان. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و یک برکاته. سوال داشتم. مرحمت، بفرمایید. سلام باشید. مرحمت. آیا فرزندان بعد گذشتن والدین نمازهای قضا کرده والدینش رو بجا بیارن یا نه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت ان شاء الله پاسخ میگیرید. سلام باشید. حالا سوالی پیش از این بود که پدری بیمار یا مادری بیمار رو وظیفه کی هست که نگهبانی کنه؟ این وظیفه همه فرزندان، خصوصا پسران. حالا پسری که خیلی مشغول است، مصروف است، یگون نفری رو بسته کند یا مبلغی جدا کند یا فرزندش رو یا که برادرش رو که برادر من مشغول هستم در همین نوبت شما نگهبانی کنید، من پرداخت میکنم. وظیفه همه پسرها هست. اما دخترها اگر پسرها خدمت نکردن در بیماری پدر یا مادر، همه اوسی گناهگار میشوند، همه چیز اوسی و گناهگار میشوند. اما اگر دخترها خدمت نکردن از ثواب محروم میشوند. اما واجب بالای دختر واجب نیست که پدر و مادر رو خدمت کند، یعنی اوسی شود نیست، از ثواب محروم می شود. خوب است اگر توان دارد، ولو شوهر دارد، شرایط زندگی وابسته به شرایط زندگیش که در خانهش چگونه شرایط دارد، شرایطی خانوادگیش یا شوهرش اجازتش میدهد که هر وقت رفته خدمت پدر یا مادرش باشد. اگر اجازت میدهد که خوب است، باید به اجازت خانوادهش یا که شوهرش باید که بیاید به خدمت پدر و مادرش. برای چی؟ وقتی که دختر نکاح میکنی چی میگوید؟ تن و نفسم بخشیدم، یعنی تمام مهارتم، قابلیتم، زندگیم، حسن تراوتم، همه رو به همین مرد بخشیدم، یعنی زندگی با برکت عطایم فرمو پروردگار. یعنی وقتی که این سخن رو میگه به اون مرد متعلق میشود تمام. اگر مرد اجازتش میدهد باید که خدمت کند، اگر مرد اجازتش نمیدهد باید که چیز، اگر که نکرد خدمت نکرد اوسی نمیشود. خدمت کرد ثواب میگیرد، خدمت نکرد چیز اوسی نمیشود. اما فرزند و پسرو وقتی که خدمت نکردن همه اوسی گناهگار میشن. یعنی وظیفه اساسی نگهبانی پدر یا مادر بیمار این وظیفه پسرو هست. یعنی باید این رو خوب فکر کنیم. بینندگانی عزیزی گرامی، تجربه حیات زندگی واقعیت نشون میدهد که هر کسی که خدمت کردگی هست پروردگار با اون برکت عطا کردگی هست. هیچ وقت از خدمت پدر و مادر نگریزید، هیچ وقت یعنی پیش پدر و مادر قوق ندوزید.
حتی تبسم کردن بر روی پدر و مادر، تبسم و لبخند زدن طرف چهره پدر و مادر برات عبادت است. پروردگار برات اجر میدهد. قوش و قوق دختن پیش پدر و مادر، یا که حتی میگوید اگر خیلی ضرورت نیاید بیمارم باشی، نالش نکن که قلب مادرت یا قلب پدرت غمگین میشکند. باید نالشی در، یعنی از درد حتی میگوید که احتیاط باش که نالش نکن، قوش و قوق نداز. و خدا و رسول خدا این همه رو گفت است. تجربه و حیات ببینید چیکار کرده است. در تجربه و حیات آدمایی که این همه احتیاط رو کردن، خدمت کردن، چه حال دارن؟ یکی از صاحب کارهای خیلی موفق کمیو که در کارهای خیر، در کارهای جمعیتی، در آبادانی کشور وطن خیلی سهم‌های زیادی دارد. قبل از مرگ مادرش، در کرانسالی مادرش، سالهای طولانی اخیری حیات مادرش رو میگه هر وقتی که میبرامد پیش از برآمدن از پیشونی مادر بوسه میکرد، مادر جون یک دعایم بدی. می اومد مادر جان از پیشونی مادر، از بالای سر مادر بوسه میکرد، میگو مادر جان یک دعایم بدی. پروردگار این هم خیر برکت رو داد. و برادری قصه کرد، میگوید که من از نفری شنیدم که یکی از دعا گفته، دعا چی پدر چی پسر، میگوید قریبی در کعبه بودم، یک نفر چنون تلخ با علم کک زده میگریستی، جگرم ریش ریش شد و با دعاهایش گوش میکردم. دعا میکرد که پروردگارا چندین سال است که خانه دارم، فرزنددار نشدم، فرزندم بده، فرزندم بده. میگه دعایش رو آمین گفتم، لیکن در ذهنم گذراندم که کاش میگفت که فرزند صالح هم بده. خب دیگر اون گریه تلخش شنیدم، گفتم که پروردگار دعای همین بنده رو اجابت کن. یکی از خادمای حرم مکه کعبه. و بعد مدتی میگوید باز روزی نوبتی هم داد، نوبت خدمت کعبه، اطراف کعبه. عیناً همون آواز میگوید باز در سال بعد نمیدونم 18 سال 20 سال همون صدا باز آمد در گوشم که هم تلخ گریسته ایستاد است که پروردگار رو همین فرزند دادگیت رو بگیر، فرزند دادگیت رو بگیر که در جانم زدگی هست، نمیدونم که چیکار کنم، از آزار و از ضررش راه گریز ندارم. میگه رفتم از دستش قبیدم، گفتم برادر تو همونی نبودی که 18 یا 20 سال قبل دعا کردی که پروردگار رو فرزندت بده؟ یه گشت نگاه کرد، گفت نمیشناسم شما رو. گفت درست من رو نمیشناسی، لیکن من شنیده بودم تو رو. گفت ها 20 سال پیش اومده طلب فرزند کرده بودم، برو پروردگار فرزند امداد است که نمیدونم سرم در کجا بزنم، هیچ راهی گریز ندارم، برای همین اومدم که پروردگار اون فرزند رو از من بگیرد. گفتم برادری عزیز، نمیشود از او یکی او رو بگیرد هدایت کند که سبب عزت و برکت و سعادتت در دنیا و آخرت شود؟ یاد بخل من. گفت میشود. گفت همینی که از عمق قلبت گریسته ایستاده، آب دلت 6 قطار ریخته ایستاده است، با همین دعایت پروردگار رو بگو که پروردگار رو فرزند نالایقم رو هدایت کن تا این فرزند لایق و فرزندی یعنی صالح و فرزندی نیک و سبب روشنای چشم و افتخاری دنیا و آخرت هم باشند. این دعا رو کن، پروردگار قادر است، صاحب قلب ها هست، قلب ها رو هر طرفی که پیچ بدهد میدهد. یا مقلب القلوب، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم همیشه میگفتن که یا مقلب القلوب ثبت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای پیچ توب دهنده قلب ها، قلب من رو مستقیم در راه راست نگاه بدار.
حالا چی میشود بگویی که پروردگار و فرزندم رو دیگه بعد یک سالی یا 2 سال بعدی عیناً همون انسان رو بود در یک روز کوری هم دیدم. لبیک. لبیک جون. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. لبیک جون گوش میکنم. برنامه مستقیم است اگر سوال داشته باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای دنبال سوال داشتم سوال نکته. لبیک جون. اجزای دین مبین اسلام پدر یا مادر کدام حق بیشتر دارد؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت دهد. آمین. موفق باشید. سلامت باشید. خب. میگه همون مرد رو با یک جوان مرد دیدم. با یک جوان پسری خیلی نیرومند و توانمند و با سیکه و صورت و قد و قامت و چهره زیبا و دیگر. گفتم که مرد تو همونی نیستی که از فرزندت شکایت میکردی؟ گفت گفتم این کی هست؟ گفت این همون فرزند نالایقم که پروردگارم صالحش کردم، اصلاحش کرده است. و گفتم ای جوان چی شد اینقدر پدر و مادر رو اینقدر پدر رو آزار دادی که تو اون درجه‌ای که می آمد تلخ میگیری؟ گفت در غفلت بودم، شیطان وسواسم میکرد، پیروی از گفته‌های شیطان کردم. بعد گفتم چی شد؟ گفت نمیدونم، بی سببی روزی در ذهنم آمد که من بنده خدا هستم. چرا پدر رو آزار بدهم؟ چرا این محیط بدی که من رو فرا گرفته است پیروی از این گفته‌های شیطان و شیطان صفت‌های رفیقای بدی که من رو گمراه کردن چرا از اونها کنم؟ من همون طفلکی نیستم که در خردسالی با هزارها مهر و هزارها امید همین پدر همین مادر من رو تربیت کردن. چرا چنین کنم؟ ناگهانه در قلبم این همه چرخ زد، این همه فکر رو توبه کردم و پیشونی و دستی پدر و مادر بوسه کردم و پوزیش و بخشش پرسیدم و عبادت رو شروع کردم. پدرم گفت بیا همون جایی که تو رو طلب کرده بودم و همون جایی که دعا کردم که اون پروردگارم تو رو اصلاح کرد ببرمت. یعنی این است مسلمان باید همیشه دعا مغز عبادت است، دعا سپر مؤمن است. همیشه در حق پدر و مادر و در حق فرزندو دعای خیر و برکت بگوییم. هرگز هیچ وقت همون پدر و مادری نالایق فاسق و فاجر هم باشن دعای بدشان نکنیم. هیچ وقت همیشه بگوییم پروردگار اصلاحشان کن. هرگز به فرزندان نالایق دعای بد نکنیم. همیشه بگویید که پروردگار رو هدایت کن، پروردگار رو فرزندم عطا نموده ای. حالا عطا نمودن فرزند از اصلاح شدن فرزند برای پروردگار مشکل تر است؟ نه، از نیستی که به هستی آوردش این مشکل نیست. یک چیزی که وجود دارد، حالا عضوای سالم دارد، عقلش پره است، عقل دارد، هدایت اون مشکل است؟ نه، عادی است برای پروردگار، ساده آسان است. برای همین همیشه دعای پدر و مادر دعای خیر برکت و در حق فرزندان همیشه دعای خیر برکت، خیرخواه بودن در زندگی اساس سعادت انسان، چی فرزند باشند چی پدر و مادر باشند. خیرخواهی اساس سعادتی هم پدر و مادر و هم فرزند هستند. سوال اخیر بود فکر میکنم گفتن که یعنی مبادا پدر اگر به نماز بود از دنیا گذشت یا هر وقت نمازش رو نمیگذاشت یا قضا میکرد ولی نماز خواندن، نه، یکون عبادت غیر از حج یعنی عوض ندارد، بدل ندارد. تنها در اسلام حج بدل هست. اگر بیمار و معیوب و ناتوان باشند میشود که یک انسان حج کرده از نامش برود، یعنی چکار کند؟ حج کند. یا اینکه حج نکرده بودند و فوتیده بودند، حج بدل حتی که موافق بعضی از گفته‌های فقیه ها جایز است که برود حج بدل کند. دیگر نمازی نخوندهش، روزه‌ای نگرفتهش، برای اینا روزه نمیگیرید.
نماز قضایی پدرم یا نماز قضایی مادرم یا روزه قضایی پدرم یا روزه قضایی مادرم خونده نمی شود. چی می شود؟ می شود شما ذکر، تحلیل و تسبیح و استغفار زیاده بگویید، کاری خیری انجام بدید، باغ، مسجد، مکتب، یتیمخانه، راه، یک جای جمعیتیه که شخصیت مالکش نیست، اون رو میگن صدقه جاریه. به قدری توان یک صدقه جاریه انجام بدهید و اون رو به چیز؟ به نام پدرتون همچون صدقه جاریه. پروردگار من این نیکی رو کردم، این چند درخت رو شنوندم، این چند خشتی رو که در این مسجد گذاشتم، چند خشتی رو که در این یتیم خانه بردم و چند مبلغی که در اینجا مبلغ گذاری کردم، چند مبلغی که در این راه سازی من سهم گذاشتم همچون صدقه جاریه. پروردگار اجر این رو به مادرم یا به پدرم، از نام پدرم این صدقه جاریه، از نام مادرم یا از نام پدرم یا از نام مادرم. برادری عزیز و دوستی صاحب کاری به نزدیکی گفتن که یک مکتب خیلی خیلی کلان و به نام مادر قیجاریه گفته مکتب رو با پردی ساخته است برای چند هزار یا 5,000 یا زیادتر به فکر طلبه و این رو صدقه جاریه برای به نام مادرش. بهترین هر کسی موافق توان. پروردگار میگوید که استعیذ بالله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پروردگار هیچ بنده ایش رو از توانش بالا امر نمیکند. هر کسی رو به قدری توان. زیاد ندارید به چنین دارندگی، اگر مبلغ ندارید دستی کسی رو بگیرید، جای خدمت کنید، مسجد بروید، یک مسجد رو تازه بروید بشوید، یعنی بشوید تازه کنید، دیگر کنید. پروردگار ثواب همین به پدرم، ثواب همین به مادرم. یا ختم قرآنی به پدرم، ثوابش به پدرم، ثوابش به مادرم. پروردگار رو برسون. این همه در اسلام هست و این تأثیر دارد و این اجر دارد و برای فرزند بخت و سعادت و براری کار و کشایشی کار میدهد. پروردگار یعنی پروردگار در عوض خدمت‌های فرزند برای پدر و مادر و اون فرزندی که به پدر و مادر خدمت میکند عزت و برکت و سعادت و براری کار میدهد. حتی سکرات موت، مردن رو برایش آسان میکند، حتی قبر رو برایش آسان میکند، قیامت رو برایش آسان میکند، مقامای در جنت برایش میکند. و این همه نیکی ها رو وقتی که انسان انجام میدهد، پروردگار این همه رو قدر میکند. برای چی؟ پروردگار حالا یعنی آدم و آدمگری و انسان انسانگری و نیکی و نکوکاری رو بسا قدر میکند. پروردگار میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی در عوض نیکی نیست و در عوض نیکی باشه. این همه با این همه برنامه رو جمع بست میکنید و از پروردگار اخیران سوال رو بگیریم اگر سوال باشد. لبه جان. السلام علیکم حضرت مفتی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت این سوال ما را جواب ندادین، ما خونه ده همه کسای شتگی. لبه جان چی بود؟ عذر شاید که فراموش شد، از تکرارن بگید بخشیش. لبه حضرت تکرارن بگید که در یادم نمونده سوالی شما چی بود؟ حق فرزند نسبت بریده از دیده اسلام. تمام سلام. من اشاره کردم که گفتم خب سلامت باشید. سلامت باشید. حق فرزند بوله والدین درست که ولی گفتیم نومینه، تربیت، تعلیم، یعنی مهربانی، نوازش، دوستداری کردن، یعنی این هم حق فرزند بولای که هست پدر و مادر. پیش از همه برای فرزند مادری پاکدامنی با عفت. این یکی از خدمت‌های بهترین برای فرزند چی هست؟ که برای اون مادری مناسب انتخاب کنید و نومی که برای انتخاب کنید، اون رو تعلیم و تربیت بدهید. این شاید بهترین خدمت، یعنی حقی که فرزند بالای پدر و مادر دارد. یعنی این همه مادری پاکدامنی با عفتی از عائله خوبی انتخاب کن، خب نومی نیکش بگذار، خب تعلیم و تربیتش بده. یعنی با جزئیاتش من گفتم تا 7 سالگی، تا 14 سالگی، تا 21 سالگی میشد هم فرزند هم شاگرد
هم بهترین مشاورت و مشورتی و مصلحتچی تا آخر عمرت. این همه حق فرزند بالای پدر و مادر است. خدا خیر برکت زیادتان دهد، سلامت باشید و برای سوال‌های کردگی از پروردگار خیر و برکت و سعادت و عزت دائمی این دنیا و آخرت تمنا و التجا میکنم و به همه بینندگان عزیز گرامی از پروردگار کامیابی های دائمی و سعادت ابدی با دعا تمنا و التجا دارم. موفق و کامیاب و سربلند و با عزت باشید.